درود عزیزان من. امروز بعد از ظهر رفتم منطقه سلطان کوه، استان کرمانشاه. حوصله‌ام سر رفته بود، رفتم قدم بزنم. ناخودآگاه چشمم بخورد به سنگایی که به نظرم این سنگای غیر طبیعی هن. سنگایی هن که توی منطقه نمونش خیلی کم پیدا میشه، انگشت شمار. اکثرا زرد رنگن و حفره های زیادی دارن. این نشان از این که کنده شده در طی مراحلی یا مسائلی یا هرچه، من نمیدانم، یا سوختن، چون نشانه های سوختگی هم بیشتر روی آنها مشهود است. کسی که شناختی از سنگ داره لطفاً همراهی کنه. ممنون و سپاسگزارم.